با سلام و درود فراوان به کانال پرشنلند خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو در ادامه پلیلیست چاکرا نیچرهای دنیای ناروتو بعد از توضیح دادن ماهیت یین ریلیز، حالا وقتشه که بیام راجع به ماهیت ینگ ریلیز هم یک توضیحاتی بدم و اون رو برای شما عزیزان معرفی کنم. از اونجایی که راجع به ماهیت ینگ ریلیز اطلاعات زیادی در دسترس نیست، این ویدیوی خیلی طولانی نمیشه و ممنون میشم که تا آخر این ویدیو با من همراه باشین و نظراتتون رو توی بخش کامنت ها برای من بنویسید. در ضمن توی ویدیوها معمولا یک سری سوالاتی مطرح میشه که دوست دارم نظر شما رو راجع به اون سوالات بدونم. پس اگر جواب اون سوالات رو هم برای من ارسال کنین و توی کامنت ها بنویسین، از اون جهت هم خیلی خوشحال میشم و قدردانتونم. بسیار خوب، حالا که همه گفتنی ها گفته شد بریم که داشته باشیم. یین ریلیز یکی از دو ماهیت غیر طبیعی اما بنیادی چاکراه که هیچ ارتباط دیگه‌ای با چاکرا نیچرهای دیگه نداره. اگه ویدیوی ماهیت یین رو دیده باشید میدونید که توی اون ویدیو گفتم هاگوروما برای آموزش دادن طریقه استفاده از چاکرا به مردم گفت که مردم نیاز دارن تا برای استفاده از چاکرای درونشون دو انرژی رو با همدیگه در بدنشون ترکیب کنن. یک انرژی از ذهن و روح میاد که معروف به ماهیت تاریکی و یا یین ریلیز، و اون انرژی که قراره تو این ویدیو راجع بهش صحبت کنیم از جسم و کالبد کاربر میاد و معروفه به انرژی روشنایی و یا ینگ ریلیز. حالا ینگ ریلیز چه توانایی ها و خواصی داره؟ متاسفانه از اونجایی که داداش گلمون ماساشی کیشیموتوی عزیز هیچ علاقه روی سرمایه گذاری کردن برای پاور سیستم دنیای خودش نداره، توی مدت زمان پخش مجموعه که تقریبا نزدیک به 20 سال هست، تقریبا نزدیک به 2 دهه هست، هیچ ارتباط به خصوصی راجع به ماهیت و توانایی های ینگ ریلیز به ما اضافه نشده و معرفی هم نشدن. یعنی ما تقریبا در طول 2 دهه هیچ اطلاعاتی راجع به ماهیت ینگ ریلیز به دست نیاوردیم. اما از اونجایی که خب داستان برای 2 دهه ادامه داشته، ما میتونیم با اون مقدار کمی از اطلاعاتی که داریم یه سری تئوری های رو به وجود بیاریم و با اونا کار خودمون رو راه بندازیم. یکی از اطلاعاتی که راجع به ماهیت ینگ منتشر شده اینه که این ماهیت میتونه به اجسامی که برای خودشون روح و جان ندارن روح بده و به اونها زندگی ببخشه. این موضوع خب جوتسوهای خیلی زیادی رو در بر نمیگیره و همین خاطر اطلاعات خاصی به ما اضافه نمیکنه. در حالی که ماهیت یین به کاربرش این توانایی رو میده تا با استفاده از روحش روی محیط اطراف و اطرافیانش تاثیر بذاره و حداقل ذهن اونها رو به هم بزنه، در نقطه مقابلش ماهیت ینگ به شینوبی ها و کاربرهاش اجازه میده تا با استفاده از اون بدن خودشون و فرم بدن خودشون رو تغییر بدن. اینکه آیا تایجوتسوها زیر گروه ماهیت ینگ قرار میگیرن رو نمیدونم، اما از اونجایی که گنجوتسوها رابطه خیلی مستقیم و مهم و پیچیده‌ای با ماهیت یین دارن، این احتمال که ماهیت ینگ یک دستی توی تایجوتسوها داشته باشه خیلی دور از ذهن به نظر نمیرسه. متاسفانه توی کل مجموعه تنها یک جوتسو هست که معرفی شده که از ماهیت ینگ نشأت میگیره. اون جوتسویی که معرفی شده جوتسوی معروف افزایش سایز خاندان آکیمیچیه. اعضای خاندان آکیمیچی میتونن با استفاده از انرژی ینگ درون بدنشون و منتقل کردن و خب انتقال دادن اون انرژی به قسمت‌های مختلف بدن و یا کل بدنشون قد و قواره خودشون رو گنده تر کنن و هر چقدر که از انرژی ینگ بیشتری استفاده کنن و به کار ببرن، این احتمال وجود داره که قد و قوارهشون هم گنده تر و خب وحشتناکتر بشه. برای مثال چوجی با قد 1.70 1.60 که توی بچگی داشت میتونست با استفاده از جوتسوی این خاندان خودش رو تا حتی 80 متر هم برسونه و خب قد خودش رو دراز کنه. توی ویدیوی یین ریلیز گفتم کاکاشی و یاماتو در جواب به سوال ناروتو که ازشون پرسیده بود ماهیت جوتسوهای پزشکی چیه، بهش جواب داده بودن که جوتسوهای پزشکی از هر دو ماهیت یین و ینگ استفاده میکنن.
از اونجایی هم که جوتسوهای پزشکی مستقیما روی بدن شخص هدف تاثیر میذارن و باعث میشن که خب رشد سلولی بدن بیشتر بشه و خودش رو زودتر درمان کنه، این احتمال وجود داره که جوتسوهای پزشکی از ماهیت ینگ نشأت بگیرن. اما اینکه واقعا آیا نشأت میگیرن رو خب نمیدونیم و معلوم نیست، اما احتمالش خیلی زیاده چون مستقیما روی بدن تاثیر میذارن و با بدن سر و کار دارن. توی مانگا اعلام شده که ایندارا پسر ارشد هاگورومو اوتسوتسوکی از پدرش چشمها و روح قدرتمندش رو به ارث برده که معنی این حرف میشه ایندارا و اعضای خاندان اوچیها که نوادگان مستقیم ایندارا اوتسوتسوکی هستن به صورت مستقیم استعداد استفاده از ماهیت این ریلیز رو از سیج آف د سیکس فاف و یا هاگورومو اوتسوتسوکی به ارث بردن. از اون طرف ایندارا یه داداش کوچیکتر هم به اسم آشورا داشت. آشورا هم مثل داداش بزرگش از پدرش هاگورومو فیزیک و جسم قدرتمندش رو به ارث برده بوده که معنی این حرف میشه درست مثل ایندارا، آشورا هم از هاگورومو استعداد استفاده از چاکرا نیچر ینگ رو خب به دست آورده بوده. از اونجایی هم که اعضای خاندان سنجو و اوزوماکی نوادگان مستقیم آشورا هستن، این احتمال وجود داره که اونها هم توانایی استفاده از ماهیت ینگ ریلیز رو از جد خودشون آشورا به ارث برده باشن. اگر واقعا اعضای خاندان سنجو و اوزوماکی از آشورا جد بزرگشون استعداد استفاده از ینگ ریلیز رو به ارث برده باشن، این موضوع میتونه توجیه باشه برای نیروی زندگی خیلی زیادشون و قدرت‌های درمانی ذاتیشون. برای مثال اعضای خاندان اوزوماکی این توانایی رو دارن تا بتونن به سرعت زخم‌ها و آسیب‌های خودشون رو درمان کنن. بهترین مثالش هم کارینه که ساسوکه میومد گازش میگرفت و با گاز گرفتن کارین قسمت‌های مختلف بدنش رو که ضرر دیده بودن و آسیب گرفته بودن رو درمان میکرد. در ضمن اعضای خاندان اوزوماکی اونقدر پوسکلفتن که وقتی یک بیجو مثل نهدو مثل کوراما از بدنشون خارج میشه حتی میتونن برای یک مدت زمان زیادی زنده بمونن و حتی با دشمناشون بجنگن، در حالی که وقتی بیجوهای دمدار از بدن افراد معمولی استخراج میشن، همون لحظه‌ای که بیجو از بدن هاستش از بدن میزبانش خارج میشه همون لحظه یارو میمیره. در حالی که وقتی نهدوم کوراما از بدن کوشینا استخراج شد، کوشینا حتی زنده موند، بیدار موند و حتی توی مبارزه میناتو داشت به مبارزه با کوراما کمک میکرد. یعنی حتی کوراما رو با اینکه نیمه جون بود و جون زیادی نداشت زمین زد. از اون طرف هم اعضای خاندان سنجو حجم چاکرای خیلی زیادی دارن و استعدادشون هم در استفاده از جوتسوهای پزشکی بی‌نظیره، تا جایی که هاشیراما میتونست بدون فرم دادن هیچ جوتسوی دستی خاصی تمام زخم‌های بدنش رو تنها با نیروی زندگیش درمان کنه. یه تئوری های جالبی وجود داره که میگن وود ریلیز، همون کیکگنکای چوب معروف هاشیراما، یک ارتباطاتی با ماهیت ینگ ریلیز هم داره. حالا این سوال چرا مطرح میشه؟ بعضیا میگن که وود ریلیز هاشیراما ترکیبی از ماهیت آب، ماهیت خاک و ماهیت روشنایی و یا ینگه، چون تعداد افرادی که توی دنیای ناروتو وجود دارن که توانایی استفاده همزمان از هر دو عنصر آب و خاک رو دارن کم نیستن. اینکه آیا واقعاً کیکگنکای چوب هاشیراما از ماهیت ینگ نشأت میگیره رو نمیدونیم، اما این کیکگنکا یک سر و سر و رابطه های ریزی حتما با ماهیت ینگ داره. حالا چرا من این حرف رو میزنم؟ زتسوهای سفید رو یادتونه، همون زتسوهای بیخاصیتی که اوبیتو ازشون به عنوان سرباز استفاده میکرد. اونا با استفاده از وود ریلیز هاشیراما ساخته شده بودن. وقتی که ناروتو توی حالت کیوبی مودش با این زتسوها میجنگید، به محض اینکه این زتسوها با حالت چاکرای کوراما که از نوع ینگ بود ارتباط برقرار میکردن، شروع میکردن تا تبدیل به درخت بشن و هیچ کنترلی روی این پروسه ندارن. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. اگر حرفی، حدیثی، انتقادی، پیشنهادی، سخنی و یا نظری برای گفتن دارید، خوشحال میشم که توی بخش کامنت ها اون رو برای من بنویسید.
اگر هم تا آخر این ویدیو با من همراه بودید و از تماشای این ویدیو لذت بردین و یا کلا از تماشای ویدیوهای کانال من لذت میبرین، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنی و دکمه سابسکرایب کنارش رو هم بزنی تا هر موقع من ویدیوی منتشر میکنم شما مطلع بشی، به کانال من بیای و به امید پروردگار از تماشای اون ویدیو لذت ببری. باز هم مثل همیشه با آرزوی بهترین ها برای ایران و ایرانی و وحدت هرچه بیشتر بین اقوام دلیر این سرزمین مقدس، از ایزد مهربان بهترین ها رو برای سرزمین مادری و مردم شریفش خواستارم تا درودی دیگر بر تمامی شما عزیزان بدرود.